سلام كمسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس عقیده را از کتاب امام ابو حنیفه دوام می‌دهیم. موضوع امروزه ایمان با توفیق خدا و کفر با خذلان اوست. یعنی ایمان آوردن شخص با توفیق خداوند است و کفر به خذلان اوست. معنای خذلان یعنی که یاری نرسانیدن شخصه. امام ابو حنیفه میگویند خلق الله تعالی الخلق سلیما من الكفر والایمان ثم خاطبهم وامرهم ونهاهم فكفر من كفر بفعله وانكاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالى إياه وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له. یعنی خداوند متعال خلق را بدون وصف کفر و ایمان آفرید. سپس آنان را با امر و نهی مخاطب قرار داد. پس هر کس کفر بیورزد به سبب کردار و انکار خودش کافر می شود، زیرا خداوند متعال او را محروم گردانیده است و هر کس ایمان بیاورد با کردار و اقرار و تصدیق خودش ایمان آورده است، زیرا خداوند متعال به او توفیق داده، نصرت و یاری اش داده است. دوستان عزیز، اکنون بیایید شرح گفته های امام را دیده برایم. امام میگویند که خداوند متعال خلق را بدون وصف کفر و ایمان آفرید. یعنی وقتی که خداوند همه ما را آفرید، امر نکرد که قسمی از ما با ایمان باشیم و قسمی دیگری ما بی ایمان باشیم. یعنی آنها را سلیم آفرید، یعنی که از ایمان و کفر خالی آفرید. در اینجا گپ درباره ایمان اختیاری رفته ایستاده است. ایمانی که هر یک شخص آن را کسب می کند، آن را خود اختیار می کند یا که آن را اختیار نمی کند، نه درباره ایمان فطری. چون ایمان فطری همه شخص به دنیا با ایمان فطری می آید. یعنی فطرتاً هر یک شخص ایمان دارد. چنانه که در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند همه طفلان با ایمان فطری تولد می شوند، ولیکن والدین آنها را یهودی، نصرانی یا آتش پرست می کنند. روایت بخاری و مسلم. ببینید از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که هر یک مولود، هر یک فرزندی که تولد می شود در او ایمان فطری است، لیکن پدران و مادران این ایمان فطری را از بین می برند. و در اینجا باشد امام ابو حنیفه درباره ایمان اختیاری گفته ایستادند که خداوند هر یک شخص را خالی از ایمان و کفر آفرید. در دوام میگویند که سپس آنان را به امر و نهی مخاطب قرار داد، یعنی بر انسانها پیامبران فرستاد و پیامبران امرهای خداوند را به آنها رسانیدند و نهیهای خداوند را به آنها رسانیدند و قسمی از این شخصان اختیار کردند ایمان را و قسمی دیگر کفر را اختیار کردند. در دوام گفتند که پس هر کس کفر بیورزد به سبب کردار و انکار خودش کافر می شود. یعنی که هر کسی که کفر را اختیار کرد این به سبب کردار خودش بود، این به سبب اختیار خودش بود که خودش کفر را اختیار کرد و ایمان را یک سو گذاشت. و در دوام گفتند که و هر کس ایمان بیاورد با کردار و اقرار و تصدیق خودش ایمان آورده است. یعنی آن شخصانی که ایمان آورده اند آنها را خداوند مجبور نکرده است که ایمان آورند. آنها با اختیار خود، با تصدیق خود ایمان آوردند. دوستان عزیز، اگر پرسند که هر یک شخص با فعل خودش، با کردار خودش کفر و ایمان را اختیار بکند، پس توفیق خداوند و یا خذلان خداوند چه معنا دارد؟
جواب میگوییم که الله تعالی با علم بمانندی خود میداند که چه کسی لایق و سزاوار ایمان داشتن است و چنین شخص را برای مشرف شدن و به آن مدد میکند، یعنی توفیقش میدهد. در نتیجه چنین مدد الله تعالی بنده به فعل خود ایمان را اختیار کرده میتواند. اما چون الله تعالی میدانست که کافران ایمان را اختیار نمی کنند و میل و رغبت به ایمان ندارند، به این سبب خداوند آنها را ترک کرد، یعنی خذلان کرد، آنها را یاری نرساند و آنها کفر را اختیار کردند. خلاصه درس دوستان عزیز، ایمان و کفر این انتخاب و اختیار هر یک نفر است و خداوند در ازل با علم خود می‌داند که چه کسان سزاوار ایمان هستند و به آنها توفیق داد، آنها را یاری رساند و آنها ایمان را اختیار کردند. و این چنین خداوند در ازل با علم خود می‌داند که چه کسان میل و رغبت به ایمان ندارند و نمی‌خواهند ایمان را قبول کنند، آنها را خداوند خذلان کرد، یعنی آنها را یاری نرساند و آنها کفر را اختیار کردند. و نباید فراموش کنیم که خداوند به ما انسانها در هر دور و زمان پیامبران را فرستاد و آنها ما انسانها را به راه راست دعوت کردند و کسی که اختیار کرد ایمان را اختیار اوست و کسی که کفر را اختیار کرد این هم اختیار اوست و روز قیامت ما انسانها از این اختیار خود پرسیده می شویم. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.